سلام، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با علیرضا یک گیم خفن به اسم رپو. علیرضا چطوری؟ یا خدا ما هممون تسخیر شدیم اینجا. نه فقط تو تسخیر شد. ما هممون میمیریم. چجوری آخه من آوردین اینجا آخه؟ چجوری؟ علی بلدی یا توضیح بدم بهت گیمو؟ توضیح بده آقا فردا. توضیح بدم. ببین اینجوریه که ما تو این خونه یه سری وسیله برداریم. وسیله برمیداریم برای دزدی. هیچ کس هم وسط راه مزاحممون نمیشه، خیالت راحت. هیچ کس هم وسط راه مزاحممون نمیشه، خیالت راحت. لبم امشب قاقا شده، ضیافتی انگار برپا شده، لای 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 بلوا شده، لای 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 قاقا شده. گفتم که هیچ کس مزاحممون نمیشه. پسم میرادیدنه. بریم کار اینو تاق من مادر کن که باز برات آواز بخونم، که باز چالش میکردی پرده رو بکش. بهت یاد ندادم وقتی رو که کمون میکنه نبینی. خب چیزه دیگه لباس ها میزنم اینجا میشونم من. علی برو دیگه. چه سمجیه. یه وقت اتفاقی برای این کوزهه نیفته. فقط شد تا الان. خب فرزاد من با یکی دیگه اومده بودم گیم احساس میکنم. دالا که توام دارم. بچه ها یادتون باشه تو رفاقت همیشه صد خودتون رو بذارید برای رفیقتون. اون شاید تو شرایط حساس به کمک شما نیاز داشته باشه. اول از اینجا شروع میکنیم. فرزاد برو کنار، یه دقیقه برو کنار ببخشید برو کنار. گو خوردم عجب حیوان روانی هستی تو. پای سرت احمق. اونو بزن. آش تو سرشه. بابا برو گم شو بیدم. چقدر تو نوبی فرزاد. هر دو تامونو گاه دادی. هر دو تامونو به دادی. هر دو تامونو گاه دادی. ببین یعنی یه پاتو گذاشتی و یه پاتو گذاشتی. ببین پسته این به نظر چیزی باحالی میاد. دارم شلیک میکنم. نه این دست سرای هاردا. این دست ترای من دیگه تمام. روزای روشن خدا حافظ. در زمین غم خدای حافظ. کجایی؟ علی بدم کجایی. مامانی داره میشیزه. چیگر طلا دنبال چی میگردی اینجا؟
ای این دست سرای هارده ها. اینجا مونده ای کوتولا بزنشون اینو دنبال درگیری یوس دنبال فوش میدی اون کرد دیوار بگیرشون بزنشون تو دیوار بگیرشون بزنشون تو دیوار یه گروگان گرفتم چیه؟ مه What? پسر من اصابم الان خرابه لطفا نریدی دستمانم باشه ازت به نظر دست بالا دختر پسرا حالا همه میگن نه جلو یو علی مدد من اصابم خرابه منم من چرا هر بار دارم ریز میخورم میفتم فرزا علیرضا ببین این دست من نگاه کن هیچی نگو هیچی نگو سکوت 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 با دقت به حرفای من گوش بده این دست رو به عشق بچه های تو خونه میریم و اینکه این دست هر که اولین نفر بمیره یک کنیه به تمام معناست قبوله در رو زده یه بوسم شهر رو بزن گمم بیره کوزه نه پینوکیو بیا فنجون منم پینوکیو یه کمک بده این فنجونه بازا نیفته یا علی گرمم بکش بیارش آره بابا تو هرچی آقا زاده است کی تاج رو سرشه من تو هر کی تاج رو سرشه داداش داداشی آجی اینا خیلی تعدادشون زیاده فرضت هر کی بیاد جلو میتونیم بکشون از جلوم که خطری میشه برو میبینه خطری میشه نه جلو من من تو رو میبینم عشری میشم سرشون مار بگی سرشون ولم کرد منو ول کرد منم ول کردم الو الو آتیک جونی چی بهت گفت داره برای در رو سک آورد برید عقب نه جلو
بشه شاد ای گرد هم هم میذاریم میذاریم اینجا. باشه بریم فرزاد بری علیرضا جو قمر بانی هاشم علیرضا خدا تایممون تموم شد تایممون تمومه فبک بچه ها توی کامنت ها یه کونیه به تمام معنا میتونی یه کاری کنی من این لقب از رود بردارم میخوای کونیه به تمام معنا باشی که حرفی نیست برو تو خفت رو هیچ وقت قبول نخواهد کرد بنده به عنوان یک پیشوا مثل یک مرد تن به هیچ خفتی ندادم به هیچ عنوان نخواستم این خفت رو قبول کنم و نخواهم کرد من مثل یک مرد جنگیدم مثل یک مرد مردم و حتی مورد ترور قرار گرفتم و یک سری آدم ها کونی دو عالم شدن بچه ها اگر میخواید که من همچنان پیشوا باشم چنل یوتیوب من که تو دیسکریپشنه حتما یه سر بهش بزنید بچه ها به عنوان یک پیشوا اینو میگم حتما کانال فرزاد رو سابسکرایب کنید که در آینده محتواهای خیلی زیادی خفه شد محتوای خیلی زیادی قرار تو کانالش بذاریم لایک کامنت سابسکرایب پیج اینستای فرزادم فالو کنید خیلی خوشحال شدم این ویدیو رو دیدید خدا نگهدار فعلا خداحافظ